آغاز سخن نام خدا میگویم. سلام بینندگان تلویزیون آسیای مرکزی. اینک چطوری که من در صفحه فیسبوکی هم اشاره کرده بودم که یکی از شخصیت‌های معروفی از جمهوری تاجیکستان که طولی سالهای زیاد در فدراسیون روسیه زندگی میکند، قهرمان عملکننده جهان خورسند جمشیدوف حتما در برنامه ما شرکت خواهد کرد و اینک این روزی رسید که خورسند جمشیدوف همراه ماست و در برنامه ماست. درود به شما، سلام علیکم. شما رو برنامه خوشامد میکنم و نفر دیگری که امروز در پهلوی ما قرار دارد این کاتیا گالوانووا شاگرد خورسند جان هستند که این هم دارنده کوباکی جهان و امروز در جریان صحبت همراهشون صحبت خواهیم کرد. من برای بینندگان باید بخونم که برای که بسیار توفه ها و شرکت های زیادی در قهرمانی های جهان، قهرمانی های روسیه، قهرمانی های اروپا هستند. من مجبوری خوانم، این خیلی زیاد است. یعنی سالهای 2001 سال 2002 قهرمانی لیگ کیتاک، سالهای 2004 تا 2007 قهرمانی ولایت مسکو در سه وزن، در وزن 57 کیلوگرم، 60 کیلوگرم، 65 کیلوگرم که این باری نخست چنین در فدراسیون روسیه شده است. سال 2003 قهرمانی آسیا آید با بای بیز پراول، یعنی طرز تاجیکیش الان نمیدونم. سال 2004 قهرمانی روسیه آید با کینگ باکسینگ. سال 2005 قهرمانی اروپا در میان استادان، یعنی سریدی پروفسیونال. سال 2006 2007 قهرمانی جهان در کینگ باکسینگ در اوکراین. خب تا حال بعد از اونی که به کارهای مثلا استادی یا پرداخته است، بعد از این 5 قهرمان جهان دیگر را تربیت کرده است. برای دیگر سلام خورسند جان، من به شما را به این استودیو خوش آمد میگم. آغاز این صحبت های شما وقتی من مثلا در اون تالار ورزشی بودم، اونجا من بسیار چیز عجیب تافت که اصلا اون زنم که صحبت کرد که همه جا خورسند از کجا شروع کرده بود، کجا خواب میرفتن، چی مشکلات هایی بودن. فکر میکنم که خیلی مشکلات های زیاد بودن. از کجا شروع شد این قهرمانی شما که امروز در یک سطحی بالایید؟ خیلی سلام میگم. برای که همین مشغول کردن و موفقیت های بلند چی کردن در کار، این خیلی همه عمل سالهای 2000 همون کلوب دوام آمدم و همونجا سر شدم اشان. برای که همون ترینر ما گفت که اگر خواهش چمپیون روسیه شدن، گفت چمپیون مسکو شدن، گفت تیاری چمپیون روسیه میکن. اگر چمپیون روسیه خوش میکنی، چمپیون اروپا تیاری کن. اگر چمپیون اروپا خوش شدن میشوی، چمپیون جهان تیاری کن. اگر چمپیون جهان گفت تو همه چی ای خود همون دادن در کار. وقتی تو هم پسته ما عرقش میبرد، همون بعد چون میشن که موفقیت های بلند. فقط همین مهنت خاطر به مهنت یکون چی کردن نمیشه. اولی مشق شما بعد از اون که از تاجیکستان بیرون شدید در کجا سر شد یا که در تاجیکستان در کجا سر شد؟ من سال 96 که وقت سال 95 مکتب تمام کردم، همون تاجیکستان در بدخشان. ما اون سال 96 رفتیم قزاقستان، یک 5 سال اونجا زندگی کردم. من سال 97 همون قزاقستان سر کردم، شهر تیمیرتاو. بعد آهسته همونجا سر شد. 2000 سال اومدم مسکو دایو، همینجا دم اوجه همون جایی که ما چی کردیم همونجا خوب کردم و 3 بار مشق و فقط مشق و خونه. خیلی زندگی کردن در کار. بعد همین موفقیت های بلند میشن. گفت روسو بالشی دستجانی. باید برای بینندگان عزیز بگویم که یعنی ما در تالارهای مشقی که خورسند اونجا مشق میکرد، با مشق کرده، این تو امروز مشق کرده ایستاده است، تمرین کرده ایستاده است، با همراه شاگرداش بودیم و از اونجا ثبت های خیلی زیادی را آوردیم و تا درجه به من هم یک الهام سخت ترین آمد که من هم یک لباسی ورزشی پوشیدم و همراه خورسند مشق کردم که نه مثلا ما برای شما نشان میدیم. خورسند جمشیدوف 9 یونیو سال 1978 در ولایت بدخشان در دهه راشقله ولایت بدخشان به دنیا آمده است و اینجا مکتب رقم 9 را ختم کرده است و سالی از سالهای 1997 یعنی آغاز مشق نموده است و برای ادامه دادن مشق وارد کشور قزاقستان گشته است و تا امروز بعد این مهنت ها و مشقت های زیادی که او بر دوش داشت
تا گرفتن عنوان قهرمان جهان. و امروز خرسند جمشیدوف در این تالار بالایی که امروز اونجا مشق رفته است، ما با اینجا حاضر می رویم. اونجا امرای همکسبانش و امرای استادانش و امرای همسکانش اونجا در مشق است و طول این سالها بعد از اونی که عنوان قهرمان جهان را گرفت، اون توانست که باز 5 نفر قهرمان جهان دیگر را تربیت کرده برای کشور روسیه توفه نماید. ما حاضر می رویم نزد خرسند جمشیدوف در بالا. بار دیگر بینندگان عزیز، نکن چیزی که من اشاره کردم از جایی که تالاری که خرسند جمشیدوف آغاز مشق رو کرده بود و اون سطح بالاهای قهرمان جهان رسیده است. امروز آقای خرسند جمشیدوف اینجا هستند با همراه شاگردانش مشق کرده است. ما در فرصت معین از استاد خواهش میکنیم که با همراه ما صحبت کنند. این قسمت جوانانی که هستند این شاگردان استاد هستند. اینجا مشق‌های نخستین جمشید خرسند جمشیدوف بود. اینجا جایی که اون زنازان اساسی برگزار میشوند و من امروز کوشش کردم که یک لحظه هم باشدم روی اونها یک کمتر مشق کنم، اما این یک لحظه برای اونقدر گرانی افتاد که من نمیدونم که حدود 15 سال یا که 12 سال خرسند جمشیدوف در این مشق‌ها چه عذاب و عقوبت‌ها چه مشقت‌ها کشیده است. شروع از اون بی‌حجتی‌ها، شروع از اون بی‌جای خواب‌ها، شروع از اون یک قسمت بداشتن یگون یعنی دست راستو که در این یاهون برای پیشبرد کارهای خرسند کار میکرد، یعنی به این چیزی‌ها فقط توکل خرسند بر خدای متعال بود. نقشه میتونید گروهی که امروز مشق میکند گروه بچه‌های اصلا اروپایی هستند و گروه کلانی بچه‌های از تاجیکستان و من از آسیا مرکز اینجا مشق میکنند و اونا مطابق نقشه‌شون باید روز دیگر بیان و اینا که امروز چخیل که میبینیم این مشق گروهی اینجا شروع شده است و با هم دیگر مشق میکنن و اصلا این بازی از این المنت‌هایی که امروز شما از اینا عبارت است. یعنی اول از باکس شروع کرده از مشتنی و بعدا با دست و پا و با مصد برای بینندگان خیلی معلوم است. یعنی بای بیس پراویل یا که کینگ باکسینگ میگن. میریم با طرف دیگر حسین جان، مقصد نظر کنید شما دید مسکو اصلا بچه‌ای که از دهات است، بچه‌ای که در عادت دهاتی دارد و مثل من در دهات بزرگ شده است، مکتبی دهاتی، مشکلاتی از خود کردن اینجا زبان یا که عرف عادت مردم یا که مردم خوب قبول میکردن. بسیاریش یک طرف همه خوبه برای که بچه‌ها که میبینند، نه اینکه همون طرفای ما هم طرفای تاجیکستان همون آسیا میگم بچه‌ها که میبینند بچه‌های قرقیزستانی نوای در همونجا سپورت میگن این ناسیونالنس ندارد برای که سپورت نت نیست، فرق نیست کدام زبان خود همش یکی. بچه‌ها میبینند در زبان نمیدونن اوستا مشق میکنن اوستا در روسی خدمت میکنن. اما بچه‌ها تچینه یک 3-4 ماه уже вообще روسی کم میفهم. همون طرفای ما سواد کمتر بالاتره. اینجا دا اونو خود روسی میکنند و با اوستا آموخ میشن. خیلی بچه‌ها بسیارش اینجا میبینند همون بچه‌های مهاجران میگم میبینم کار میکنند، هم با میخوانند و با میبینند مشق میکنند. انا خیلی عوض همه سمگاه دوخ باشد دیگر شماش میشد. نظر کنید وقتی که من در اون یک تالاری که دارید در اومدیم و در اون رینگی که در اومدیم اصلا من کمتر یک دهشت زیر کرده بود. چی حسیاتی هست وقتی که یک بچه هزدیات میاد تا این یک سطح میرسد؟ یک حسیاتی ستاره بودن هست؟ نه اصلا فقط یکم خداوند و دوم اماش خدمون چرا بعد خیلی ترینر تو داشتی میکرد استاد برای که استاد میگن که دوم پدرای به این یک چیز برای که من که وقتی خدمم برآمد کردم من فکریم گفتم که اما کار استادی اما آسان بوده با که من 2009 سال همش برآمد کردم و بس کردم و فهمیدم که اما استادی بسیار مشکل بودگی بچه‌ها میرم بسیار هم خیلی چی میکنم که اما پرژوات میکنم اینو وایو
من خروف شدم من شد که 3 روز یک 5 کیلو هم من خروف شدم لیکن همونجا دا اومدن فقط زال ده یکم ترینر خوب باشد و که تو را چی کنه اما که چه میگه که همون دوم همون خونه را که همون میگه که بلودش یا همون فوندامنت میگه وقتی اوای درست های خونه هم خیلی بسیار میستد که کجلای همین خونه هم تیز چی میشه ویران میشه برای که همش در دست یکم استاد ده و همش یاد میتید برای که چه استاد باشد همش های چه یعنی شما چی اشاره میکنید که یعنی خودتون در رینگ اشتراک کردن اونقدر دهشتی ندارد که وقتی که شاگردتون اشتراک میکند سخت‌تر است همین خیلی است این هم خیلی که وقتی برآمد میکنی خیلی اوستا уже بسیار باید میگذرانی مسابقه ها уже تو من چه میگن که уже опыт چی میکنید هم نبرات میگن با уже چه میکنی уже بسیار غمامنه خب уже میفهمه چه که میگن که پروفسیونال уже آموخ میشه لیکن وقتی شاگرد برآمد میکند این بسیار مشکل است خیلی уже اصلا شاگردی که میفهمی اونو بول منچای خیلی اما طرف اون را نگاه کردن در که برای که یکم سلامتی اونو یکم همون میگن که победа و یکم چی сравнить همون سلامتی خیلی نمیشه برای که اول سلامتی و بعد уже همین موفقیت‌های بلند باید برای بینندگان بگم که چون سخن سری شاگرد رفت و استادی رفت خیلی خرسند اشاره کردن که یعنی چون خودش در داخلی رینگ با اون یک زن و زنی بسیار سخت یا که اون مبارزه سخت اشتراک میکرد اون خیلی دهشتی نداشت که وقتی شاگردش اونجا اشتراک میکند من از جمله امروز یک نفر شاگردشون نزد ما هست ما اشاره کردیم کاتیا گالوانова یعنی با این سن سالی که امروز نظر میکنیم کاترینا دارنده جام جهان است و این یک نمود ورزشی ایرانی بوده است تاوم و دارنده یکی از медал‌های قهرمانی مسکو. Здравствуйте, Катерина. Ну вот мы в тот раз с вами говорили, и сейчас будем говорить об учителе, то, что вот вы когда тоже вот начали, ну, коротко так. Ну, как начала? Ну. Я просто захотела заниматься боксом. Вот, я захотела, я пошла в зал. Мне очень сильно понравилось. Я захотела большего, захотела какой-то, может, результат. Вот, и перешла в другой клуб. Вот, как раз я пришла в Китек, и в Китеке я сначала занималась под руководством другого тренера. Вот, но потом, спустя месяц, я увидела вот уже своего тренера долгожданного. Вот, и увидела, перешла, ну, как попросилась сначала, он меня с радостью принял, он дал мне разрешение, чтобы заниматься у него. Ну, мне очень сильно понравилось. Ну, давайте вот поставим вопрос так. Есть, которые люди, что ну, есть по характеру очень хорошо, но мастерство мало. Есть, которые есть мастерство хорошо, но очень жестче. Как вы оцениваете учителя? Это на высоком уровне и то, и другое. Это вот тот тандем, который вот просто необходим. Это вот человек, который в себе такие качества имеет, вот как раз как и на моральном уровне, он может поддержать постоянно, вот, и как тренер. Он дает все необходимое для того, чтобы достичь какого-то высокого результата, действительно. Потому что без какой-то даже поддержки я не смогу выйти на какой-то другой уровень физический. А он мне дает такие, вот, действительно поддержку. Вот ради этого тренера я готова приходить на тренировки вот каждый день. Я иду, вот мне хочется тренироваться, мне хочется добиваться какого-то результата, чтобы оправдать какие-то вот ожидания своего тренера, вот, очень не подвести его. Вот ради вот такого тренера хочется тренироваться, и вот хочется действительно боксировать. Были времена, чтобы вы принимали где-то на улице вот это? Нет, вообще нет. Ни разу. Я всегда очень мирный ребенок. В школе у меня не было никаких проблем. Бокс только вот. Ну, вы ребенок мирный, а время не мирное, вдруг. Не дай бог. Нет, вы что, все спокойно. Будете использовать или нет все-таки? Ну, я надеюсь, что нет. Нет, да? Не хочу. Вы правы. نظر کنم چه خیلی خصوصا چه شاگرد خوب امروز با وی رسانده ایستاده است که دارنده کوبک جهان. Вот характеризуйте, пожалуйста, кубок мира по Тауама. Я даже вот его говорить как-то трудно.
Что это такое? Вот это вид спорта иранский, да? Вот? Это таума, это иранское боевое искусство, которое очень древнее, и оно вот сейчас только набирает свои обороты. Оно сравнительно недавно появилось именно в России. Вот, и здесь его хотят развивать. И сделали кубок, который проходил в Воронеже на стадионе Колизей. Там были как профессиональные бои, как отборочные сначала проходили, и на финал там уже были более профессиональные, с программой. Вот. Мы поехали туда. Там было много стран. Там был Камерун, Иран, Афганистан, еще Казахстан. Очень много всего. Мы принимали участие, на котором мы добились хороший результат. У нас сборная была команда России, в которой было 11 человек. Вот. И все ребята, мужчины, они заняли первые места. Вот. В женщин было 2 весовые категории. Это вот моя, 56 килограмм, и моя подруга на 65. Отлично. Ну, еще раз вас поздравляю с этим, вот очень высокое, на самом деле, звание, вот обладатель Кубок мира, и желаю тебе удачи, честно говоря, очень вот от души желаю удачи, потому что вы стоите этого. باید برای بینندگان بگم که در هر یک خاندانی هم فرزندانی مثلا دختر است و پسر است. البته که بعد پسر تربیت کردن یک نمود دیگری تربیت است، برای دختر نمود دیگری تربیت است، یعنی برای پسر اگر پدر باشد برای دختر مادر است. اما خرسند جمشیدوف در زیر دست خودش چندین هم دختران و هم پسران دارد. آیا که ما از خرسند پرسیم که مناسبت اونها با یک تربیت دخترانه، یعنی با دختران چه خیلی تربیت است؟ خرسند من نظر که من اشاره کردم تا در خاندان، یعنی با دختر اصلا مادر زیادتر وقت میگذارد با پسر پدر. شما هر دو وظیفه رو یک جا کرده اید، مشکلات در کدامش هست یا که اصلا چه خیلی است این چیزی یا که آسان تر است به اینا؟ خیلی درون منجده уже омӯх шудагем, уже зиёда 10 сол тренера мекунем, омӯх шудагем. Хона дигар ай. Ин чӣ мегам درونم چی میبینیم مشق این خانه دوم چی میگن اینجا من خیلی اینجا کم کم مشکل تره برای که مردمو اماش میگن که اما یک کلید اما دراده نمیشود برای که آدمو هر خیلند اماش چه خیلی که تربیت دادگی اماش میدونم پدراش اماش یک خیل نیستن بعد خیلی اماش تربیت کردشون پسیکولوژیش گپ زدن دیگرش هم خیلی همون دخوی نوای برداشتن در کارو انا خیلی برای که اینم مهنت بسیار نه اینکه اونا را مشق میزنیم و ترنروفگاه میکنند و تمام زورشن نه اما طرفا با هم چه میگن دیسیپلین این وای اماش باید آوردن برای که بسیارش این کار آسان نیست. بیشتری ورزشکارایی که هستن کامیاب‌تر هستن پیشرفت‌تر هستن اینا دختر هستن یا که پسرا؟ این دخترکو لیکن اوزر همین روسیه همین دخترکو بسیار چه میگن مشق میکنند. در اصل من گفتم که خیلی 5 چمپیون جهان هستن باشگاه مردکو بسیارتن لیکن اوزر یک 6 دختر رو شدگند. اوج دخترکو بسیار شدگند لیکن مردکو بسیارترند. چون سخن سری شاگرد رو رفت ما شاگرد مقصد کاتیا گلوان رو معرفی کردیم و امروز جوانمرد دیگری نزد ما نشسته است که اینم در قهرمانی‌های زیادی مسکو و قهرمانی‌های روسیه شرکت کرده است و در زیادی جاها دست بالاشته است. معرفی میکنم این واصف دورونشویف قهرمان 3 کراته مسکو سالهای 2011 2012 2014 با کینگ باکسینگ قهرمان روسیه سال 2011 و دارنده یکی از جایزه های کوباک پترا دارنده یکی از مدال های قهرمانی مسکو. Василий Джон, сам тоже на каком языке? На русском или на татарском? На русском языке. На русском языке. Ну, от чего у вас вот начали, с чего вы начали свой вот? Заниматься? Да. Я вот в 2008 году, когда поехал к себе на родину, ну, в Таджикистан, я там увидел плакат с фотографией тренера.
ну, сейчас уже тренера. Тогда я увидел, во мне появился такой азарт заниматься. Ну, я был горд, то, что у нас есть такой человек. И он добился таких результатов. И вот когда я уже был у себя в селе, тогда мне ребята подсказали, он в Москве, и он там тренируется. Тогда я, приехав сюда, я нашел как бы уважаемого Хурсанда Джамшедова. Тогда я к нему обратился с просьбой позаниматься у него. И вот тогда я начал свой путь. Были, конечно, моменты, когда я думал, что, может, мне не стоит заниматься. Но вот тренер, как говорится, он второй отец. Он нашел правильные слова, он мотивировал меня, и я как бы занимался и достиг результатов. И это все благодаря ему. Спасибо. Ну, как вы оцениваете работу? Вы раньше где, у кого занимались? Ну, я раньше как бы не занимался ни кикбоксингом, ничем, просто чисто для себя, ну, как говорится, занимался. Вот, приходя туда, я понял, что это очень хороший тренер. Я побывал и на сборах, и увидел других тренеров. Но этот тренер для меня, он очень важен, потому что чисто для меня, я считаю, что это тренер высшего класса, международного класса. То, что он дает мне, я как бы не вижу в других тренерах. Я занимался у других тренеров, видел и в Москве, и в других местах. Но такого тренера, как он, я еще не встречал. Он не мотивирует, когда надо, и в боях, и на тренировках, и по жизни дает советы, которые нужны. И я за это ему очень благодарен. باید برای بینندگان عزیز بگم که ما در وقت ثبت هایی که در اون تالار ورزشی رفته بودیم خیلی ثبت های زیاد بنابر گرفته بودیم. در ثبت ها طرز تمرین کردن اونها، طرز دو نفره تمرین کردن یا که دو نفره و محاربه کردن اونها، البته در حالت مشقی زیاد گرفته بودیم و در خود داخل اون تمرین از خورسند جمشید صحبت کرده بودیم و اونجا با گزارشته بود و از چند نفر شاگردان که اونجا صحبت کرده بودیم. حالا از آقای خورسند میپرسیم که خوب امروز تا اینجا رسیدید آقای خورسند، خب نقش‌های دیگر یا که قدم‌های دیگر چی هستند؟ انشالله رحمان خدای بزرگوار چی ما داد از یک زال خدمانوی میکنیم. ما خوش میکنم وجود هم گوشتین کنیم اما چیم برای که ما همین گوشتین در چی سامبو میگن یا جودو در درجه بلند باشد برای که ما اما طرفا نه اینکه همون کیک بوکسینگ و بوکس و دیگرش گوشتین برای که اما طرفا اون بچه‌ها برای کودک‌ها انشالله اونجا میکنیم. برای کودک‌ها باشیم определенного возраста هستند برای اونا بیپول میکنیم و خیلی اونجا بسیار так плануем هستند. خدای تعالی ما داشت نیت که плануем بسیار داریم. اوزه تابستون نیت داریم بچه‌ها را کلاس میبریم بدخشان میریم یک تاجیکستان میریم بدخشان همونجا چه یک ماش میکنیم تیاری میکنیم برای که اونجا هوا بلنده من برای خدمت که وقت من اونجا برای ماش کردنم اومدم اینجا вообще آسانه مگر فیزیکا میکنیم اینشو رامون میبینیم همون سپتامبر با همون مسابقه ها سر میشند. اوکی. برای نظر کنید که شما اشاره به بدخشان کردید، در منطقه بدخشان در تاجیکستان خیلی منطقه‌های زیاد هستند که آید به گوشتین گیری و باشه جوانمردای پهلوان خیلی زیاد هستند. مقصود هستند که اونجا یگان نقطه‌های ورزشی خود حرکت زلای کرانی نقطه ورزشی کشید یا که به نام شما یا که تا درجه تاثیرات شما با اونا باشد. خیلی عذر فقط عذر و من مسکو داریم نیت داریم که یکمون زالم جدا میسازیم. کما که وقت کاری برای که عذر نمیدونم یک سال ممکنه خیلی این شورامون یکمون جدا زال میکنیم برای که همون جوانان رو ایامون مایدا چی دادن در کاری برای که من طرفای چشنان از بار میرم اما جو چی میکنم اون خیلی کوه ده اما خیلی جوی اما زور اما اسلوواش вообще عجایبه اما خیلی کردن که اما کودکو ای کودک تو کلا اما ماش میکنن اما خیلی کو میرم من برام آمدم درون همون زال برام آمدم با گفتم که با نظر من آمد اما خیلی просто اما خیلی کردگی که خوشویی اما خیلی президенташ кадеру бисёр дастёрӣ мекунад барое ки мо
وقت تیز میگذرد. همون چی میگم که هر یکی مایی که همون نظرمون فکر خدا نکنیم و فکرمون کودکوی میکنیم که کردم برای که میگه که دست نمی خیلی اگون چی نیست که وقتی وای جمع میکنی وای وجه یاردم میده برای که اگر با هم دیگر میخمیشیم برای کودکو فکر کودکو کردن که برای که اون آینده ما اونو دا یاردم کردن که اونو بخیزن که اما از رو بخشش که تاجیکان ما نشان دادیم که تاجیکان فقط همینجا مهاجر نیستن و همین کلمه من ای وقتم نغز ندیدیم که گستربایتر ما هم هستیم. چمپیونات جهان من رفتم 2006 سال من فرمای تاجیکستان ماش کردم بعد مرا دیدن میگن تاجیکستان نوشته که میگن که زمان است میگن عثمانی تگی ایندیسی پریخل میگن من خیلی نشون دادم که اما دیدن که مرا بعد خیلی دانا برای که ما که همون که شویرای که نویسنده که همون اپراتورای برای که اونو کاجدمون فن خط نشون بدن برای که میگه که همین خیلی اماش موجر و اماش گستربایتر و آدمو هر خیلن برای که ما هم هستن برای که فقط برای ما همین حوالی کنند و کما که وضعیت من چی بگن که اسلوب کنن دیگر همه چی میشود بگن که گپوی محمد علی میگه که невозможно فقط نیت صاف باشه و نیک با هم бошем ягон чӣ мешавад. Достаем. Раз, два. Пошло. Достаем свободно. Смотри, ноги возьму, смотри. Раз, два. Ноги возьму, вот тогда. Ноги. Раз, два. Чуть-чуть осталось. Еще раз. А в этом бою единогласным решением судей победа одержал спортсмен красного угла. Готовится Пащенко Скрытник. چیز دیگر ما امروز برای بینندگان میگم که دینا خرسند جمشیدوف زادروز داشتند گرچندی که ما اونا فکر میکنیم ما اصلا از اون خیلی دور هستیم یک دو سه روزه که شناس هستیم اما ما فهمیدیم که زادروز داشتند ما هم از نام بینندگان تلویزیون آسیای مرکزی و هم از هیئت ایجادی که امروز اینجا از خرسند شما رو به این زادروزتون تبریک میگیم توفه گردنی ماست شما خودتون برای ما توفه اون نام قهرمانیتون برای تمام تاجیکستان توفه است کارهای زیاد کردن برای ما توفه است تشکر زیاد برای شما باید بگم که خرسند جمشید ویشوره به اون کدیست است که ما باید کاری کنیم که برای تفلکان چیزی کنیم یعنی چندین بار گفت کاری کنیم که برای تفلکان یگان کاری کنیم آره درست است اون قهرمانی که خرسند به دست آورده بود اون قهرمانی زینه بزینه که شروع از قهرمانی مسکو تا قهرمانی روسیه قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان اروپا و جهان به دست آورده بود این نام بزرگی استادانش نام بزرگی وطنی بزرگوارش نام بزرگی زادگاه بزرگوارش استادانی که در دوران مکاتب میانه درس دادن اونها با آسمان برخواسته بود که اونا چون شاگرد دارن و اون 5 نفر قهرمان جهانی که خود خرسند جمشیدوف تربیت کرده به رسوندن و اون تفلکانی که امروز در اطراف اونها هستن اونها نام خرسند را بالا خواهند برداشت اونها با نام خرسند فخر خواهند کرد که چون استاد دارن و اصلا مردم تاجیکستان و امروز ملت تاجیک ملت خیلی بزرگ است و مولانای بزرگوار میگه که ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم یعنی مقصد این ملت جمع آوردن است مقصد این ملت است این تفاهم است دوستی با تمام ملت ها و خلق ها در یگان تاریخات ملتی تاجیک به سر کسی تیغ نکشیده است و چندین کسان تیغ به سرش کشیدند
اما فرهنگ از فرهنگ، ملت از ملت، خداوند بزرگوار تمامی وقت این ملت را در روی زمین پایدار نگاه داشته است و تا امروز پایدار است و اطمینان دارم که در آینده های نزدیک و دور اون کسانی که از تلویزیون این سیمای خیلی جوانمردانه خراسان جمشید را می‌نگرند، شاگردانی که اطرافشان هستند می‌نگرند و در اون گوشه‌های کوچک تاجیکستان باشد، گوشه‌های کوچک قزاقستان و قرقیزستان هم باشد، جوانان زیاد به این مشق رو خواهند آورد، چون که در زمان اتحادیه شوروی هر یکی از دوران طلبگی هم که بود، دوران مکتب خانه هم که بود، ما یک قهرمانی به خود ما داشتیم. شاید بعد از این برنامه خراسان جمشید قهرمان چندین تیفلکانی که نو قدم به این جادن یادن خواهند شد و مقصد برنامه گنج پریشان هم همین است که اون گنج های پریشانی که امروز از حدود تاجیکستان در سراسر جهان پنج شدن امروز در اطراف این تلویزیون جمع بیاریم و برای بینندگان عزیز پیشنهاد کنیم. این بود برنامه گنج پریشان با من بیک رمانی. خداوند یار و مددگار شما باد.